در شهر بلگراد پایتخت سربیا حامیان حقوق یک فیلم مستندی را نمایش دادند. در این فیلم سرنوشت دهها آلبانی تبار کوسوو که در جنگ سال 1999 به قتل رسیده اند به نوار گرفته شده است. مرکز حقوق بشری زندگی نامه 52 آلبانی تبار را که جسدهایشان از قبرهای دستجمعی دهه رودنیتسای جنوب سربیا بیرون کشیده شده اند تهیه نموده است. اصلا در قبرهای دستجمعی رودنیتسا صدها آلبانی تبار دفن شده اند. در شهر الماتای قزاقستان ساختمانچیان مناطق گوناگون این کشور با طلب پرداخت معاشهای چند ماهه‌شان گردهمایی تشکیل کردند. اعتراضگران در نزد قرارگاه شرکت ساختمانی ایاز جمع شدند ولی آنها را به داخل بنا راه ندادند. در یک صحبت تلفنی رهبر این شرکت گفت روز آینده معاشهای تأخیر یافته را پرداخت خواهند کرد. در پاکستان منطقه تجاری شهر بندری کراچی که عادتاً سر آدم می باشد امروز بعد دعوت کارشکنی یک حزب نیرومند عملاً خالی بود. درهای شمار زیادی دکانها بسته باقی ماند و رانندگان ماشین‌هایشان را به راه نبرآوردند. کارشکنی را حزب جنبش قوم متحده بعد کشتار یکی از رهبران محلی این گروه سیاسی دعوت کرده بود. در پایتخت قرقیزستان شهر بیشکک کتابخانه شهری برنامه را تحت عنوان ترالیبوس کتابخوان و یا ترالیبوس خانه تشکیل کرده است. در حالی که ترالیبوس در کوچه های مرکز شهر حرکت می کرد، مسافران امکان داشتند که درباره بیشکک قصه گوش کنند. ترالیبوس مذکور که با کتاب و نمایشنامه های مختلف مجهز می باشد، یک دفعه در ماه به سیر کوچه های بیشکک خواهد برآمد.